استاد عزیز پشتیبانی از ما مهاجران میکنین و این شخص برآمده گفتن که تاجیکستان تنج است سوح است. میخواستم یک چند سخن من خود که مهاجر هستم برادر عزیز بفرمایید به این شخص بگم که آیا تنجی همین است که من طول 6 سال میشود که اولیدار هستم وقتی که با وطن برمیگردم فرزندان من مرا نمیشناسن. الله آیا تنجی همین است که برادران ما در روسیه جان از دنیا میگذارن وقتی که با پیش کنسولگری میروی که کمک کنه جسد این بر روان کنه میگن این مشکلی تا است. چگونه ای که میتوانی روانش کرد؟ آیا تنجی همین برادرای ما برای یک حجت کوچک گرفتن که اجازه کاری در روسیه داشته باشند در نوبت‌ها ایستاده؟ دیروز خبری بود در تمام رسانه‌ها چاپ شده بود که یک پدر عزیز وقتی با فرزندش در نوبت برای یک حجت گرفتن میسته و روز بیگاه میشوه تا که فردا از بر وقتی باز در نوبت ایستم گفته شب در عمود در خونکی میستنه از دنیا میگذره. تنجی همین است که مردم تاجیک در روسیه آمده و مثل یک سگی به صاحبه که به هر در میره و سنگ میزنن. این روز احوال تاجیک در روسیه همین شده. در کشوری که 70% آب ذخیره های آبی آسیا میانه در کشور ماست ما آب نوشاکی نمیابیم. برادرای ما رفته زیر کفاره ها مانده ایستان در جستجوی آب. همین است تنجی اینا. تشکر از شما برادر. و بعد میخواستم استاد عزیز اگر اجازت باشد یک چند سخن با پدر و مادرای تاجیک برسانم چون که من خود در ماجه. بفرمایید. پدر و مادرای محترم، من به شما یک چیز را از نام فرزندان شما رساندنیم که هر وقت که شما به ما زنگ میزنید ما به شما دروغ میگیم. وقتی که ما میگیم حال ما خوبه والله قسم دروغ است. ما این سخن میگیم که تو که شما تشویش نشین. ما امروز در بری ما 5-6 برادری ما هستن که همراه ما در خونکی و در سرما و در دروی آب بلای کار میکنن. وقتی که بگم میان کفشاشون بدر میکنن والله قسم پوستای پاشون ریخته است از خنک زده است. اما مادرش زنگ میزنند میگم مادر عزیز خوب هستم جام گرمه. والله قسم مادر عزیز پدرای عزیز شما با ما وعده داده بودید ما را خردسالی گفته که بچم طاقت که خوب میشه بچم طاقت که خوب میشه او خوبی کجاشه؟ ما 2 سال پیش اگر روزانه فقط کار میکردیم که تو که زندگی ما یک لقمه نون یافته خوریم این روز پدرای عزیز مادرای عزیز ما شبانه روز دلار نرخش بالا رفت. اون مبلغ ناچیزی که ما میگیریم امروز به زندگی ما و شما نمیرسه. بالای این همه مشقت وقتی که خبر میاره که از این سطری تر از سرت گرفتن و ناموس مرا پایمال کردن پس چه ارزش داره این زندگی ما برای ما؟ خبر میارن که پدر میارن به دختردار از مردی که خبر میارن که فرزندی تا از تیده تغییر چای جنسی میخونه در تاجیکستان. من چی ناموسی من دیگه چی برداره؟ من والله قسم با برادرها صحبت میکنیم پدرای عزیز به خدا قسم ای به خاطر اول اینکه در اسلام خودکشی حرام است و بعدا خاطر شما دیده امروز مردم فرزندان شما طاقت کرده ایستادن و ایلا دیگر طاقت این گونه مشقت ها را ندارم. پدرای عزیز مادرای عزیز بیدار شین. خوبی نمی آمد از بسر ما. این دروغ بود است که خاموش است و انشالله خوب میشه. ما خاموشی 24 سال است آمده با ناموسی ما چند زده ایستادن. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشین. بار دیگر تشکری از شما میکنم استاد عزیز که این گونه تحقیرها از پشت ملت تاجیک شنیده بازم
خودتان را در مستحکم قبیله رفته ایستاده. بار دیگر منتدارگی خود بیان میکنم و ما همیشه دعاگو هستم که همین عذاب این روز که مهاجرا دارن، همین عذابی که این روز ملت مظلوم تاجیک داره، خداوند به سر همینا بیاره که بفهمم. آمین آمین آمین. خداوند همین روز فرزندای همینا را مهاجر کنه که تا که بدانم پدر و مادر ما در حق ما چه خیلی میسوزن. آمین آمین. از درگاه خدا فقط همین را التجا دارم که خداوند روز شود همین روزی ما را در سر همینا بیاری. آمین 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 یا رب العالمین. خب سلامت باشین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز میان برنامه میبینیم بعد دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیز.